چون همیشگی درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روزی درس امروزه من چنین است. Knowing yourself is the beginning of all wisdom by Aristotle. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود شناخت خود آغاز همه خرد هاست. سخن اریستوتل. New words کلمه های نو. How many چقدر و یا چند تا. Place مکان. Shelf رف. Chapter باب و یا قسم. Ask پرسیدن. Answer جواب دادن. Room حجره. Man مرد. Man مردها شکل جمع مرد. هر دویش یک خیل تلفظ می شود. Woman زن. Women زنها. Person شخص. People شخصها و یا مردم. Door در. Window تیرزه. Floor دو معنا دارد فرش و یا آشیانه. Continent قطعه. Bag سمکه و یا جزدان. Mistake خطاگی. Beginning آغاز سرشوی. All همه. Wisdom خرد و دانش. در اینجا درس امروزه ما با پایان رسید. اگر به کانال آبونه نشده باشد لطفاً آبونه شوید، به نوار لایک گذارید، فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت دارم. لطفاً با ما باشید و با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.